پایه چهارمضربه ترکیبی شماره 21. این پایه از تکنیکی هست که من نامش رو گذاشته بودم زنگریز. ما در میزانهای ترکیبی یک پایه داشتیم به نام پایه ترکیبی شماره 1 که 3 تا سیاه مثلا در میزان 6/8 استفاده میشد که به این شکل بود، مثلا ره سل بم ره سل بم که معمولا در ستار راست راست چپ اجرا میشد. حالا ما اگر این رو بیایم یک تغییر بدیم، نوت اول رو زنگریز اجرا کنیم، نوت‌های بعدی رو تکریز بزنیم، این پایه چهارمضربی تشکیل میشه. این پایه در میزانهای ساده مثل میزان ساده 3/4 قابل اجرا هستش.